با ترسناکترین بمب‌افکن روسیه که بزرگترین و سریعترین بمب‌افکن دنیا هم هست آشنا بشیم. این هیولا نه تنها به سرعت و قدرت تهاجمی معروفه، بلکه با 4 موتور توربوفن NK32 و توان حمل 40 تن مهمات میتونه هسته‌ای ترین تهدیدها رو از بین ببره. طولش 54 متر، پهنای بالهاش 56 متر و سرعتش هم بیش از 2200 کیلومتر بر ساعته. و جالب اینجاست که برد پروازیش 12000 کیلومتره، یعنی با یک بار سوختگیری میتونه به هر جای جهان پرواز کنه. اسمش TU-160 و از سال 1987 تا به امروز در خدمت نیروی هوایی کشور روسیه است. از بمب هسته‌ای گرفته تا موشک‌های کروز با کلاهک‌های هسته‌ای که میتونن هدف‌هایی تا فاصله 3000 کیلومتر را نابود کنن با خودش حمل میکنه و قیمت هر فروند از آن حدود 300 میلیون دلاره. حالا شما بگید آیا TU-160 قادر به رقابت با ایالات متحده هست؟ اگر به این سبک از موضوعات علاقه‌مندید با فکت فارسی وان همراه شوید.